دادستانی کلی تاجیکستان فیض علی وکیل مدافع را با گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است که خود او چنین اتهام را بی‌اساس می‌داند. فیض علی وکیل مدافع تاجیک برای حمایت خود روز دوشنبه 25 نوامبر به دادگاه نویای سینا حاضر شد. او در مرافعه دادگاهی شکایت نسبت خود را بی‌اساس خواند. مکتوبی که وکالت دهنده به من وکالت داده است که حقوق‌های مرا حمایت که من با این مکتوب به پروکور گنرالی مراجعه کردم. نه با وسایل اخبار، نه با اینترنت، نه با دیگه چی. با تشبوس خودشان به جای آنکه سنجش برند و به جای آنکه دین کنند گناه‌های گفتگی‌های ما را گرفتن چیکار کردن نسبت من. با قول فیض علی او از نام یک زیرحمایه‌اش در نامه خود به دادستانی کل درباره رشوه‌خوری چند کارمند این نهاد شکایت کرده است. دادگاه نویای سینا پرونده فیض علی را بر اساس ماده 346 بند 3 کدکس جنایی یعنی دیده و دانسته رسانیدن خبر بر دروغ نسبت به پروکورور بررسی می‌کند. این بند کدکس جنایی از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده است. نماینده دادستانی از دادگاه خواسته است که فیض علی را 6 سال زندانی کنند. من از بالای تفتیشات پروکاتور شهر و رئیس تفتیشات شهر شکایت کردم. با همون عرضه مرا دادن و وای مفتشان مجبور کردن که وکالت دهنده مرا که دست بکشن اینشون دادن بگن که ما با فیض علی خیلی وکالت دادیم و همین مکتوب ها را پروکاتور ریاست گرفته است و در طبقه چیز هست، در درون پرونده هست. آیا دست کشیدن؟ باید دست کشیده که ما حقیقتا همین که ما گفتیم همیشه ما هم خیلی وکالت دادیم. این همراه داده شمسلو از سبب اون که به فرزندم یگان تعقیب نکردند و فرزندم رو هم به جنایت نکشن و نسبت من هم خیلی است که من با وای انا امضا نکردم و من با وای خیلی گفتگی نبودم و نباشد وکالت دوباره برای چی دادی؟ دادستانی کلی تاجیکستان رسما شکایتش را شرح نداده است و به تماس‌های ما نیز پاسخ ندادند. بحث دادگاه فیض علی با مقامات دادستانی نزدیک 5 ماه ادامه دارد. وی در دادگاه خودش از حقوقش حمایت میکند. فیض علی در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بوده درباره کاری مقامات شرح‌ها می‌نویسد.